بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخير علم اینچنین چیه؟ فرض و عین و فرض کفایه به تقسیم می شود. فرض و عین در علم چی است؟ علمی که به وی اسلام تو صحیح نامیده نمی شود. صحیح نامیده نمی شود. فهمید؟ یعنی این علمی که چی است؟ جناب پروردگار الله سبحانه و تعالی به تعلق دارد، یا دین اسلام به، یا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به. توحید و اسلام حقیقتش فهمیدن و رسول صلی الله علیه و سلم شناختن، این علمی که فرض عین است که هر کس باید که این چیز را آموزد. اگر که ناآموخته چی میشه؟ مرتکب کبیره گناهکاری کلام میشوی. فهمیدید؟ و این چنین چیزهایی که ارکان اسلام به، ارکان اسلام یعنی نمازت، زکات، صوم، رمضان، حج، باید که چی شود؟ همین چیزها را چکنه یعنی طلب علم کرده، یعنی تو این چیزها را ناآموزی اسلامت و ایمانت چی صحیح نمی شود. فهمیدید یا نه؟ اعلم رحمك الله انه یجب علینا تعلم 4 مسائل، یعنی 4 مسئله را تعلیم گرفتن برای ما چی است؟ واجب عینی. یکمش چیه؟ العلم. گفت مسئله الاولى العلم. علم چی علم؟ علم جغرافیا، جغرافیا، متماتیکا، فلسفه. کدوم علم؟ علمی که میگوید شیخ هو معرفت الله و معرفت نبیه و معرفت دین الاسلام بالادله. شناختن الله تعالی، شناختن دین اسلام، شناختن محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به دلیل های علم علم است. الله سبحانه و تعالی میگوید که فعلم، میگوید انه لا اله الا هو واستغفر لذنبك. دیدید علم چی بود؟ علم شناختن الله تعالی. علم شناختن الله تعالی. هر باری که در قرآن علم بیاید، فضل علم، اهمیت علم، وجوب علم بیاید، این علم چی است؟ علم شرعی، علمی که الله تعالی و علم دین اسلام محمد صلی الله علیه و سلم میشناسی. دلیلش فعلم انه، بدون که الله یگانه است. نگفت که بدون که دو چور میشد یا وای فلان میشد، نه، بدون که الله یگانه. فعلم انه غیر از الله تعالی دیگه اله نیست. علم این چیز را بدون گفت. فهمدید؟ علم چی بوده است؟ علم این شناختن الله سبحانه و تعالی بوده است. فهمدید؟ یعنی برای همین وقتی که قارون سوره قصص اند الله تعالی قارون قصهش ما بیان میکند، فخرج فی زینته و قال الذين يريدون الحیاة الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. یعنی اهل دنیا پرست ها علمی که دنیا داده شدن و ها چی کردن؟ یعنی طلب تمنای قارون کردن که ما خوش که قارون برای میشنیم. و قال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر. دیدید؟ اهل علمی که ها علم شرعی، علم خداشناسی، یعنی الله تعالی شناخته، دین اسلام شناختگی ها، گفتن که ویلکم، وای حال شما باشد که دنیا طلب میکنید و ثواب الله تعالی از وی دنیا بهتر است برای کسی که میداند. فهمید؟ این چی به دلالت میکنه؟ علم چی؟ الله تعالی را شناختن بوده است. علم چی بوده است؟ یعنی الله تعالی را شناختن. علم دو به تقسیم میشد. علمش الهی، یعنی هم به الله تعالی میگوید که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره غافلون. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، ظاهر حیات دنیا را میدونند. این ذم است، لیکن آخرت چه؟ از آخرت بیخبر هستند. علم گفتیم علم آخرت، علمی که تو را آخرت به نزدیک میکند، علمی که الله میشناسی، محمد صلی الله علیه و سلم میشناسی، دین اسلام به دلیل هایش میدونی. فهمید؟ به دلیل هایش که میدونید. هم به رسول صلی الله علیه و سلم حدیث ابو هریره ابن حبان به حدیث به اسناد صحیح روایت کرده، میگوید که ابغض الناس الى الله عز وجل، ابغض الناس الى الله عز وجل كل جعذري جواز صخاب بالاسواق عالم بامور الدنيا جاهل بامور الاخره حمار بالنهار وجيفه بالليل. الله تعالی بدترین آدم ها برای الله تعالی کی است؟ متکبر، دیگر های نظر به نمیگیرد. روزش که بازارم دم داد و فریاد کرد مثلا چی کرده میگرد، یعنی هم چیز فروخته. عالمین به امور دنیا، امور دنیا با عالم است، امرهای دنیا به چی است؟ عالم است، اما امر آخرت به چی است؟ جاهل است. فهمید؟ خطا میکنن همونایی که میگن که علم گفتگی در قرآن اند علم دنیاوی میدارن. نه، علم دنیاوی لازم ضرور است. باید که علم خود عمر ابن خطاب میگه تعلموا هذه المحن فانه يوشك ان تحتاجون الیها. محنت ها را، همین هنرهای تعلیم گیرید.
یعنی علم های مثلا انجینری باشد، کهربایی انجینیر باشد، دیگه دکتری مدیسین، این چیزهای باید که آدم تعلیم گیرد. لیکن نمیگم که این مثلا الله تعالی در قرآن همین چیز را در نظر دارد. تو آخرت به الله تعالی به علم شرعی نزدیک میشوی. الله رسول صلی الله علیه و آله میگوید که آدمی که علم دنیوی دارد لیکن علم اخروی ندارد و بهترین یعنی بدترین آدم در نزد الله تعالی که الله تعالی به غضب میکند. حمار روزانه شد مثل خر بریم کار میکند، خر کار برای کند میونش میشکند، رب ما شب شود مثل مرده برای خواب میکند، مرده پوسیده رفتگی برای خواب میکند، نه قیام اللیل میخوند نه نماز بامداد میخوند. فهمیدید؟ یعنی علم گفته میده چیه در نظر داریم ما؟ علم اخروی، علمی که تو آخرت به نزدیک، علم اسلام، علمی که تو الله تعالی را میشناسی، علمی که تو دین اسلام را میفهمی، علمی که محمد صلی الله علیه و سلم را چه میدونی. فهمیدید؟ همین علم مثلا که فضیلت علمی که ابو داود و ترمذی و دیگرها از حدیث قیس ابن کثیر روایت میکند در مسجد وقتی که بودیم میگفت ابو دردا ما به تعلیم میداد، ابو دردا ما به تعلیم میداد که اومد نزد ما به یکی از یک آدم اومد از مدینه گفت که ابو دردا من از مدینه اومدم. ابو دردا میگوید برای چی اومدی؟ میگوید که دیگه نمیگوید که من یعنی چی خونده انجینری یا چی، با اومدم که از تو حدیث رو که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت میکنه همین حدیث رو شنیدنی اومدم. برای چی اومدم؟ برای که شنوام که تو از حدیث میگویی از رسول صلی الله علیه و سلم، علم حدیث طلب کردنی اومدم میگفت. فهمیدید؟ کی به نامش استاد؟ ابو دردا. این آدم از مدینه میاد، یکی از آدم ها مدینه میاد. میگوید که ابو دردا میگه برای چی اومدی؟ میگوید برای زیارت اومدی؟ میگوید نه. برای تجارت اومدی؟ نه. برای یگان حاجت اومدی؟ نه. برای چی اومدی؟ اومدم که یک حدیثی را شنوام که تو از رسول صلی الله علیه و سلم حدیث نقل میکنه. برای که ابو دردا کی است؟ صحابی است. میگوید که اینطور باشد خوش خبری را از من بشنو که من این خوش خبر را از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم. هر کسی که طلب علم میکند، علم یعنی اسلامی، علم حدیث، علم قرآن میکند، من سلك طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له طریقا الى الجنه. هر کسی که یعنی طلب علم، راه علم را برای خود اختیار میکند، الله تعالی برای وی چه؟ راه جنت را آسان میکند. راه جنت برای که خواهی که آسان شود برای تو علم چه؟ علم اسلام و علم حدیث قرآن کن. و ان الملائکه لتضع اجنحتها رضا لما یطلب طالب العلم. فرشته ها بالای طالب علم پرهاشون را یعنی چیاشون را قناتهایشون را میکشویند، یعنی علامت راضی هستند که طالب علم چه؟ قرآن و حدیث خوانده استاده است. و این من فی السماوات والارض و حتی الحیتان فی السماء یستغفرون لطالب العلم. تمام روی زمین و آسمانانگی چیز، حتی ماهی هایی که در داخل اقیانوس و بحرها هستند برای طالب علم چی میکنند؟ استغفار میکنند، الها گناه یمین بخش میگویند. و این فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سایر الكواكب. این چهارم فضل طالب علم، یعنی فرق بین طالب علم، بین عالم اسلامی، عالمی که قرآن سنت را میفهمد، و بین عابدی که عبادت میکند خانشان ششته. فرق بین هر دو این چیز بین ماه و بین دیگه ستاره ها است. عالم مثل ماه است، ماه که درخشان که برای تو چی میتید؟ نور میتید. برای تو چی میتید؟ یعنی نور میتید. برای تو یعنی روشنی میتید، برای تو نور روشنی میتید. فهمیدید؟ و اما ستاره چی؟ ستاره دورنده یک فایده ما به نمیرساند. فهمیدید؟ برای همین عالم دو این فایده میرساند، یعنی فتواهای اسلامی میتید، سوال قرآن و حدیث که تو به چی میتید؟ جواب میتید. یعنی فضل عالم از عابد چی بده است؟ مثل عالم ماه بوده است و عابد چی بده است؟ ستاره بوده است. یعنی ماه ما به چی میتید؟ یعنی نور میتید. ما به چی میتید؟ یعنی ما رمضان میفهمیم، عید میفهمیم، حج کی میشود، زنها حیض و نفاسشون رو میفهمند. لیکن ستاره چی؟ ستاره یعنی فایده نیست از ستاره. عالم هم میخیر، از عالم ما فایده ها میگیریم، ما به فتوا میتید، ما به قرآن سنت جواب میتید، دین ما را بیان میکند، ما را به الله تعالی نزدیک میکناند، درباره جنت و دوزخ ما به بیان میکناند. لیکن عابد خانه چند شده چیزی را نمیدوند. منت هم بنی اسرائیلی، یعنی عابد به علم ربما چی خودش به هم ضرر میرسوند گاه وقت، فایده کنه اوایل، لیکن بعضی وقت چه دیگرها برای خدای ضرر میرسوند.
وقتی که من آدم 99 آدم را میکشد نزدیکی به نزد عابد به میبیاد میگوید که من 99 آدم را کشتم آیا توبه کنم توبه من قبول است؟ گفت فکر گفت 99 آدم را کشته با توبه کردنی توبه نیست برای تو خنجرش گرفت و کشت عابده گفت بیا 100 شود جفت شود دیده این عابد خودش هم ضرر دیگر خوب هم ضرر و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خودش هم ضرر و دیگر خوب هم ضرر کرد نزد عالم با اومد گفت که حل علی من توبه قال ومن الذي يحول بينك وبينها کی تو را از این چیز من میکند توبه هر دویم برای هر کس است توبه بکن دیدید عالم خودش به دیگر به چی فایده رسان عابد خودش به هم دیگر به هم چی ضرر رسان فهمیدید برای همین ابو دردا میگوید که چی خوب میگوید برای انسانی که کمتر عمل میکند لیکن به علم شرعی به دلیلش که قرآن سنت که عمل میکند چی خوب است برای وای چی خیلی آدم ها به حسد میکنند برای آدمی که 24 ساعت عبادت میکنه لیکن علم نداره وای 24 ساعت برای خودش و برای دیگرها ضرر میرساند وای آدم فهمیدید علمی چی بدست یعنی علمی حدیث تو آخرش میگوید که و ان العلماء میگوید رسول صلی الله علیه و سلم ورثة الانبیاء فان الانبیاء لم يرثوا دینارا ولا درهما فمن اخذها فقد اخذها بحظ وافر و علماء میگوید میراثخوری که هستند پیغمبرها زیرا که پیغمبرها پای خود چی طلای نقره نماندن اینما از پای خود چی ماندن علم ماندن کسی که علم را میگیرد چی گرفته است میراث پیغمبرها را میگرفته است پیغمبر ما چی ماندن یعنی دکتری فلسفه و دیگه چیز علم میراث گذاشتن چی ماندن از پای خود حدیث ماندن حدیث هم میراثخوی پیغمبر شدن به چی کن باید که تو چی گیری علم حدیث را تعلیم گیری فهمید یکمش چی بدست علم یعنی علم چه بدست یعنی هو معرفت الله علم همین چیزی که الله تعالی را میشناسی همین خیلی معرفه که تشناس که تمام گفته های الله تعالی جا آورده تمام نهی های الله تعالی که میکند خود را چه باز دار فهمید یعنی همین خیلی شناس که الله تعالی شناس که از الله تعالی میترسی و الله تعالی دوست میداری و با الله تعالی امید میکنی و دین اسلام محمد صلی الله علیه و سلم همین خیلی میشناسی که تمام امرهاش جا آورده و تمام نهیهایش خود را چه میکنی دور میکنی و دین اسلام را همین خیلی شناسی که تمام دلیلهایش که تمام نمازها و روزه‌ها و زکات و حجت موافق سنت رسول صلی الله علیه و سلم چه باشد یعنی موافق باشد والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین